بیا آخر حسن، زودتر بیا حسن، بیا خانه دوستت را ماتم سرا میکنیم. خدایا تو مرا آفریدی و تو نیست شو نگویی هیچگاه نیست نخواهم شد. اما در این روز وزنین به من قوت ده خدایا. مرا بغیر از خودت به دستی کسی نده. این آرامی تو مرا میترساند فرهاد. یگان چیز بگو، چی اندیشه میکنی؟ تو اینجا بوده است گل. نفهمیدم چی تو اینجا بوده است؟ این کار باید باز ایستد. کسی باید کلیش رو باز دارد. اگر خونی کسی ریختنی باشد پس آن خونی من باید باشد. یا بسم الله. کاری به خودت زیبنده را کردی کلیچ. به مانند بیناموسان از قفا حمله کردی. گذار سلاحت را حسن. دشتر آنهایی را که بین احمقی و جسارت ماندند قهرمان گوییم هم می شود. تو هم یک قهرمان احمق هستی. عاقبت این کارت را خواهی دید. بله طوفان алкин. سراغه خونش لازم. یک چیز رو باید رسانیم. سراغش خطا شده است. خوب می نویسم. یک لحظه. می نویسم. تشکری زیاد. طوفان در اینجا نیست میخیل نه؟ او را دستگیر کرده نتوانستی. وگرنه مثل صالح کرد، مثل سرحد اویگر او را نیز قتل میکردی ها؟ خیر حسن جان، این کارها با کسی از روی نیت با کسی از روی قسمت تو این را نظم میدانی. با جای طوفان اکنون تو را به نزد آنها میفرستم. دیگر علاجی نیست. تو هم آهسته آهسته با عذاب می روی. تاکسی بلا زند. ایستا میرم. تو چی گفتن میخوای فرهاد؟ گپ زن. یگان چیز بگو آخر چی را فکر میکنی؟ یگید بودم به دلم زد گل. یگید سالها سایه کلیچ بود. درست قاتلی نکرد ولی به قاتلان مانع نشد. نتوانست. اکنون یگید نیست. من هستم. فرهاد هست.
بگذار پس از سالها کسی مرا یاد نکند، ولی من همچون فرهاد امروز به این کار خاتمه میبخشم. اما حسن جان، با جای آن که خواب رفته به راحت بمیری چرا میخیزی؟ مثل گرسنگان راست مردن میخواهی؟ خب من هم تو را راستا به قتل میرسانم. کیبر چنان چشمانت را گرفته از قلیچ، چنان شدی که با چشمی کور شده حقیقت را دیده نمیتوانی، اما با آسانی نمی شود. خم کنی قطع نمی شود. اگر کندنی شوی ریشه‌اش را چقرتر جایگیر می کند و با سری بلند و پیشاد می براید. پران خیلیش، پران، چه خیل که جلدت سکین را پراندی، چه خیل که برای مواد مخدر ثروت خوش جان را کشتی. مرا نیست پران. تو اینها را از کجا میدانی لعنتی؟ تو تنها آنها را نکشتی. جکجا یا گندای ارجان تشکیران نعیم افسرانی که شهید کردی به مانندی قربانی فروخته شده، به مانندی احمد کرگل، مرا پران کلیچ، به مانندی حمزه گونیال که سالها پیش قتل کردی. مرا نیز پران. حمزه گونیال حمزه گونیال بمیر. زودتر باش برادر، زودتر ران، زودتر ران، از برای خدا زودتر ران. یا بسم الله. فرهاد انتظار شو. حقت رو حلال کن. تو هم گل، تو هم. بغیر از تو دیگر اله نیست خدایا. مرا به نزدت با رازیگی خود قبول نما. حسن، تا حال چرا جان میکنی؟ انسان بر این بمیر انسانوار. باز چرا انتظاری؟ شکلی اندامت را دیدن میخواهم قلیچ. خوب،
پس به چشمانم خوب نگاه کن، چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. من در چشم تو تنها و تنها رزیلی را دیدم. خلج. پس به تو راهی سفید، حسنی گرگ. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چرا این کار را کردی یگید؟ جناب حسن خوب هستید؟ خوبم پسرم، خوبم. تو از پس کارت شو. من به تو سوال دادم، چرا این کار را کردی؟ یگید نیست. فرهاد هست. تو چی سفسطه میگویی؟ عقلت را خورده ای مگر؟ یگید مرد کلیج دهم. من هستم. فرهاد هست. فرهاد گونیال. پدرش حمزه، مادرش شیرین. فرهاد گونیال. اجازت نمیدهدن؟ کی؟ به چی اجازت نمیدهد؟ با اویله دار شدنمون. بیاز به من نگاه کن، به چشمونم نگاه کن. سالها من باریگرانی دهن رو بردوش داشتم، در زیر آن پایمال غرق شدم. هرگاه که خود را بروی او برآوردنی شدم، انسانگری هم را از دست دادم. تو مرا به خود آوردی، تمامی دانسته هایم را فراموش کناندی، به مردنم مانع شدی، از دستم گرفته برداشتی. برای همین هیچگاه راه نمیدهم که این را از دست من بگیرد. من از دست دادن نمیخواهم، نه پدرم و نه دیگر کس نخواهد گرفت. از برای کسی تو را از دست نمیدهم. اینها هم حقیقت است. سخنهای راست میگویی سوش. البته حقیقت است. من به تو چیزی گویم نه از زبان، از اینجا میگویم. بیاز گوش کن، در روزهای نزدیک به تو نسب دهن را میدهم، اما من باور میکنم که هر دو یک جای این نسب را پایدار میکنیم. به فرزندانمان و نبیرگانمان نسبی میگذاریم که با غرور قبول کنند. باوری دارم، به تو وعده میدهم. تو اگر از من دست نکشی، تمام دنیا به من فشار آورد هم من از تو دست نمیکشم. آقای سواش، کرسی ها کم بوده است. باید از قهوه خانه پایان بیاریم. فهمو، تو از پس کار شو، حل میکنم. خوب شده است.
апа чӣ шуд чаро ғамгинӣ тариқ ба худ ягон кори дигар пайдо кун. чӣ маро меронед ин доимо фикри он бадбахт аст барои чӣ зебо ҳастам бо маҳорат ҳастам сири тиҷоратро медонам. не тариқ касе туро нарондааст. гузар бишин. мешинам. ба лоиҳаи ин сохтмони мо аз шаҳрдорӣ ҷавоби рад омадааст. аслан ҳамааш дуруст буд. барои чӣ рад карданд намефаҳмам. ин хел бошад барои чӣ рад мекунанд? таги коса нимкоса аст. аниқкори даҳанҳо аст. айяс мушкили зиёд дошт. машғул шуда натавонист. агар машғул шавад ҳам мо бо онҳо баробар шуда наметавонем. апа ман барои кадом рӯз ҳастам? ман ин корро ҳал мекунам. сафсата нахон тариқ. агар кор ҳал шуданӣ бошад ҳам туравӣ ҳал намешавад. апаҷон шумо маро нашинохтаед. ман ҷаноби тариқам. ин корро ҳал мекунам. тариқ ист. тариқ ист гуфтам. тариқ охир ин корҳояст ки ту намефаҳмӣ. апа ба зур кор ёфтам. ба касе намедиҳам. ин корро ҳал мекунам. уф тариқ ман ба ту чӣ ҳам мегуфтам? ҷаноби тариқ бигӯ. охир از من دوست داشتم را گرفتی ایاز. اما به تو وعده میدهم از تو جان و جگرت خواهرت را میگیرم. نه تو دروغ میگویی. فرهاد این پولاد بود. پولاد او مرد. من با دستان خودم کشتم. فرهاد او بود. تو یگیت هستی. اکا تو در حقیقت فرهاد هستی. یعنی شما با من بازی کردید یلدیز برای حمایه تو تیر خورد. یعنی اینقدر سالها تو با من دروغ گفتی. یعنی با من بازی کردید. نجوم از جای نجوم قلیج با من برای چی تو تا حال نمیمیری گفتی کو؟ انا برای همین برای دیدنی اندام تو اکی هستم در درونش از فراد همه چیز در درونش است. جنایت‌هایش اعتراف‌هایش با آوازی خودش است. او را یکسان کن فرهاد به زمین یکسان کن. بی‌شرفان بی‌ناموس‌ها مکار و فریبگران. وقتی حساب و کتاب آمد کلیش دهم آماده ای؟ گل اینجا بیا. با تو وعده داده بودم که قصاص برادرت بلال را میگیرم. قصاصش را
میگیرم گل. تو خواهر ایلال هستی؟ بیایید همه‌تان به من یک تاگی تیر زنید. تو هم همه‌تان مرا بکشید. زودتر لعنتی ها. سراسی من شب کلیچ، تو با آسانی نمیمیری لعنتی. برای هر انسانی کشته جواب میگویی. گل، تو و ایاز اکای حسن رو به بیمارخانه برید. تو چی؟ من با این لعنتی حساب کتاب میکنم، بعدا میایم. بیا، چرا ایستاده ای؟ مرا پران آخه. حالا نه کلیچ، راه گرد. تو را به طوری سزاوار میکشم. فرهاد، طاقت کنید. شما صحت میشوید. طاقت کنید. نیتی من قهرمان شدن نبود. اگر اکاد بر این دل قهرمانانه می داشتم، با کلیچ مانع من با کلیچ مانع می شدم. اکای حسن، اپی گلو میمیرد. التماس اپا زودتر رانید. التماس زودتر رانید. اکای حسن تو برید. التماس تو برید. فرهاد، من یک چیز را نفهمیدم. یلدیز را چقدر راضی کننده، چگونه او را تهدید کردید که او باعث مرگ نزدیکترین آدمم فولاد شد؟ این کار را مانع تو کردی. او روی اصلی تو را دید. لعنتی، او به خاطر تو تیر خورد. به خاطر حمایه تو مرا فهمیدی. اکنون به من بگو، او را چقدر راضی کردید؟ با او چه گفتید؟ گفتم که من کاری نکردم. خیلی رحمدل است، مثل مادرش. رحمدلی بزرگترین دشمنی انسان است. تو نقطه ضعف او را یافتی، از رحمدلیش سوء استفاده کردی، همینطور نه؟ نه کلیج دهم. اگر در دلت ذره رحم باشد، اگر خود را به شیطان هم فروخته باشی، لازم آید از راحت برمیگردی. با یلدیز همین حادثه روی داد. اکنون دمت را گیر و گاز رو زیر کن. زود. زود باشید، با کمکی مشتابید. زود. بیایید. زودتر باشید. طاقت کنید. کمی دیگر طاقت کنید. بردارید. رفته. اکا طاقت کنید. اکا طاقت کنید. در همین جا ایست. ایست گفتم. فهمیدم. فرو از ماشین. همینجاست.
راه گرد. یعنی که در میان جنگل از سینه امون تیر میخوریم ها فرهاد؟ این البته اسلوب خود من است. زود از من نسخه برداری کردی. ولی اینقدر سالها ما با هم دیگر نان و نمک خور شده ایم. باید به قبر هم یک جای رویم. در این زمین ها مثل تو افلاس ها نه، بلکه شهیدان خوابند. اما نه در این کشور نه در عالم زمینی نیست که جسدی تو را قبول کند کلیجدان. موشها، لاشخوران هم به جسدی تو نزدیک نمی شوند. تو تنها تومه شغال ها می شوی. چه خیلی که زیستی همون خیل می میری. به هیچ کم بودی، به هیچ زیادتی. چه خیلی که سزاواری. گذر اینجا شین. گذر. به طاقت هستی ها؟ مادامی که اینقدر به طاقت هستی، اینقدر آدمان را کشتم، چرا مانع نشدی؟ چرا گمزل؟ اینقدر جان ستانیدم، امکانیتی زیاد داشته که قصاص پدرت را بگیری، چرا مانع نشدی؟ میتوانستی مرا باز داری، چرا باز نداشتی؟ این کار را میکنم. صبر کن، چون که در دستم این است. من همراه جسدی تو تشکیلات خونینت رو هم میگرونم. با حجت های در دست داشتم جیتم رو نصف میکنم. همچون قهرمان نمیمیری، تو صاحب قبر هم نمیشوی. چگونه حجت؟ چی سفسطه ها میگویی؟ این حجتی تمام قتل عامهایی کرده اتون است. تمام کشتارهایی که تو در خاطر داری یا نداری در اینجا هست. خوب، فرض کردیم که مرا کشتی، لیکن بعد من دیگری نمی آید. آنه که بعد من می آید عیناً مثل خودم خواهد بود. نمیفهمی؟ پوستت را می کند، تو را زنده نمی گذارد، با اشک چشمانت نگاه نمی کند، تو را حتما می کشد. پروای ندارم. من اینقدر سال زیستم، معنی حیات را فهمیدم. من برای این کشور، برای این خلق راضیم که یک بار نه صدها بار بمیرم. در کرخ، در یک دهه، در بوی شوربایی که در آشخانه می جوشد، در نزد تفدانی، خانه در الازیق بوده، کودکان مردانوار ازمیر که بازی میکنند، در دیاربکر آدمانی که در حلقه رقص هستند، پدران و عائله هایی که کشته نتوانستی، با دعای آنها بدنم را میشویند کلیجدهم. من برای همین با 1000 مراتب جان دادن راضی هستم. اما مرا رها کن بروم، مرا نکش. وقتی که کس به این محیط وارد می شود، دیگران را مجبور می کند که کارهای نمیخواستنشان را بکنند. من هم علاج دیگر نداشتم. رها کن روم، این کشور را ترک میکنم، دیگر نامم را هم نمیشنوی. نمی شود. موش از دزدیش کژدم باشد از نیشزنی خودداری نخواهد کرد. تو چنان خطرناک هستی که برای کشتن فرصتی رو انتظار هستی. از کشتن ذوق میبری، ولی همه‌اش تمام شد. این دفعه تو مزه مرگ رو میچشی. میبینم که از این ذوق میبری. تمام. انتظار شو. نپران گوش کن. پول خواهی پول، منصب خواهی منصب، نیرو خواهی نیرو میدیم. همه‌اش را گیر، اما مرا نکش. گوش کن، کسی به تو ضرر رسانده نمیتواند، کسی به تو چیزی گفته نمیتواند. چه خیلی خواهی اسب میتوانی؟ راضی هستی؟ میترسی ها کلیجدهم؟ نترس، بلرز.
این نفس آخرانت می شود. مرا گوش کن. این طور باشد پران. چرا انتظاری؟ پران بکش آخر. بکش. من قلیش دهنم. تو بر این یک پلیدی ناکس مرا میکشته است. و افتی خنوکت نگاه میکنم. پران پران. بیمیر. کی هستم؟ جنابی دکتر، احوالش چی است؟ احوالش وزن، باید زود جراحی کنیم. حسن چه حال دارد؟ او زنده است. به حجره جراحی بردند. نجات می‌یابد. دکترها یگان چیز گفتند. نمیدانم جناب تحسین، من چیزی را نمیدانم. پسرم چی شد؟ در وقتش رفتن نتوانستید؟ اکام و اپیگل رفته رسیدند، اما قلیچ کایهو اکی حسن رو پرونده است. بعد چی ایاز؟ فرهاد کجاست؟ بعد اکام قلیچ رو پروند. اکام و اپیگل فوش شدند. چی؟ تو کیستی؟ کسی که باشه از اونجا برا. شما مرا سایه میگویید اما خطا میکنید. من شخصی هستم که برای روشنی و آینده نیک مبارزه میبرم. این سایه است. برای چی به من مانع شدی؟ برای چی؟ کلیش دهن به ماشین سوار شده از اینجا رفت. نه 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 با این راه نمیدی همسایه. کلیچ کلیچ کلیچ. باز با میخوریم. زودتر. سویا چرا این کارو کردی؟ چرا؟ چه شد؟ چه شد لعنتی؟ گمان کردی که من را میکشی؟ به تو کشتن را من یاد دادم لعنتی من. الو اکا من رو میشنوی؟ اکا من رو میشنوی؟ من ایاز هستم. کدام اکا؟ کدام اکا ابله؟ دیگر اکا نیست، مرا خوب گوش کن. من بد نسبی هر کسی که گونیال باشد او را نیست میکنم. فهمیدی؟ برای کشتن شما آمده ایستادم، برای گرفتن جانتان. ناممکن است. اکای فرهاد. برای چی سویا؟ برای چی؟
آن آدم حیاتی مرا دزدید. حالا خونی شهیدان خشک نشده است. وطنم ملتم را غرق خون کرد. برای چی به من مانع شده؟ برای چی به زنده ماندنش راه دادی؟ تو کیستی سایه؟ طرفدار کی هستی؟ یا اینکه آن پس صفت ها تو را نیز خریده گرفتند؟ زود گپ زن. گپ زن. تو را از پشتت کار نزدم. بگو بگو، زود بگو. من دوباره آدمان را به بالای سرم برداشته می‌کردم فرهاد. تو را بسیار خوب می‌فهمم. خواستی که قصدت را بگیری، لیکن اگر کلیش بمیرد، نه آرکچی و نه اشتر را نیست کردن نمی‌توانی. دردت را گول کن فرهاد، و دلت گول کن. در جنگی چنککلی به مانند محمودی که خبری شهیدی 3 برادران را می‌گیرد، و دلت گول کن. برای خاطر مادرانی که قبر فرزندان شهیدشان را نمیدانند گول کن. آتش درونت را خاموش کن. وقتش آید آن آتش را من برای تو می‌افروزم. صبر کن، صبر کن. چی شده است؟ تینجی است؟ به حکم زنگ زدم. تلفن رو قلیش برداشت. تو چی ها میگوی ایاز؟ فرهاد کجاست؟ قلیچ اکنون فرهاد نیست گفت. نوبتی ما بوده است. شاید حالا قلیچ شما را میجوید. همتان زود به خانه من روید جوانها. در آنجا کسی شما را یافته نمیتواند. فرهاد نه، من تو فرهاد رو پیدا نکنم به یگان جای نمیروم. فرهاد به خانه برمیگردد. ایاز رفتیم، باید زود رویم. رفتیم. ظفر، مرا بادی خط گوش کن. ما فریب کلان خوردیم. ظفر، آدمان رو جمع کن. جناب، من خبری مهمتر دارم. من چی میگویم و تو چی میگویی؟ چی خیلی خبر؟ ما فریب خوردیم میگویم، تو درباره کدام خبر میگویی؟ آدمان رو جمع کن. از پسمان خنجر زدند. ما را مثل کودک بازی داراندند. مرا گوش کنید قماندان، بسیار مهم است. چی گپ است ظفر؟ بگو زودتر. فکر کردم که دانستن میخواهید. یلدیز کمی پیش مرد. سکته دل شد. دلش باز ایستاد. دکترها 20 دقیقه کوشش کردند، اما بیفایده بود. قماندان، مرا میشنوید؟ ناراض. بیرون برو. اما جناب. بیرون برو. اما تو با من وعده ده. دخترم را خوب نگاه میکنی. ببین، او دختری تو از کلیچ. او دختری توست. دختری تو. خوب دفنه، وعده میدیم. دخترم. یلدیز،
و رویت نگاه کردن نمیتوانم. نگاه کردن نمیتوانم. مرا ببخش. با قولی دادم وفا نکردم. تو را صاحبی کردن نتوانستم دخترم. با وعده‌ای به مادرت دادم وفا کردن نتوانستم. یلدیز دخترم. نه فرهاد با گناه تو دختری من مرد. تو برای آن لعنت جانت را فدا کرده. برای آن سخت شده مرده. من باشم او را میکشم. یلدیز دخترم، مرا خوب گوش کن. تا آن لعنتی را یافته نکشم تو را به خاک نمی سپارم دخترم. دنیا را می سوزانم و او را پیدا می کنم. وعده می دهم. وعده. جناب خیلی افسوس میخورم. گفتم را کردی ظفر. حکم پران را برآوردی؟ بله جناب برآوردم. خب خانه ایاز را معین کن. آدمان را جمع کنید براه میبرم. قماندان همه چیز تیار است. همه آماده است. اما باز چه خیل اما ظفر؟ جناب یگیت یعنی یگیتی ما بارها مرا نجات داده است. با شکنجه زیادی چکلک نظر نکرده شما را نفروخت. گل را گفتنی باشد. تو خودت میدانی که چی ها میگویی ظفر؟ آنها دختری مرا کشتند. جگری مرا از من را بودند. دخترم را کشتند. تو میدانی که چی ها میگویی ظفر؟ تا من هم جان آنها را نستانم آرام نمیشوم ظفر. وقتی که من آرام نیستم تو هم آرام نیستی ظفر. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. عجایب. چشمانت را کشا. خوب به اطراف نگاه کن. برای پراندن امر دادند. امر پراندن را کی داده است؟ دادستان داده است. نیاکا از بالاتر امر شده است. آخر بفهم غیر رسمی است. غیر رسمی؟ برای سرش مکافات میدهند. کسی که یکم بکشد 1 ستاره علاوه خواهد شد. گفت راه بر سلجوق. نام آنها چی بود است؟ یکی یگیت خان، دیگری گل کرکمز است. گناهشان چی باشد؟ خیانت به وطن گفتند. تنها همین را میدانم. برادر ساعت چند است؟ با تو میگویم ساعت چند است پرسیدم. این آدم شوپناک است. نمیشنوی؟ ایستو میگویم. نمی ایستد. ایستو. گوش کن. ایستو گفتم وگرنه میپرانم. خفا گرد. خفا گرد. با تو گرد گفتم. این همان است.
چی گپ است؟ محترم جناب وقت دارید؟ وقت دارم. این خیلی باشد زود سری مسئله بیاییم. ای جناب شما کی میشوید که به کارهای بزرگ دست میزنید؟ تو خودت کیستی؟ من مدیر اداروی شرکت بزرگ حلق انشاءات. این کارت شناسایی هم است. اینجا برای پرسیدن و تو نظارت کردن و با چه سبب قطع شدن رخصتی ساختمان آمدم. یعنی حلق انشاءات ها؟ بله. فهمو این مشکلی حل شد. مرا گوش کنید مدیر. تا اون رخصتی حل نشود یگان کار کردن نمی شود. گپ رو بسیار نکن، حل شد گفتم. مرا گوش کنید جناب. به اون رخصتی من به یگان جا نمی روم. اگر رخصت نامه را ندهی با سرت بلای بزرگ میخری. ما رخصت نامت رو بگیر برادر. از بالای سرم دور شو. اجازت نامه رو آن همین طور میگیرند. جناب چای دارید؟ جانان اکم به اینجا آمد. نه برای چی؟ انیق به خانه رفته است. جانان زود آماده شو میرویم. خوب لیکن چی گپ است؟ یگان کس به من میفهماند یا نه؟ کارها بدن جانان. اکای حسن را پراندن. اکم و اپی گلفاش شدن. رفتیم. زودتر. خلاص رخصتنامه انشاءات. اپا با شرافت من شما گرسنه نمیمانید. این کارها من حل میکنم. گفتم کو با نزد مدیر رفتم. مدیر گفتم. با نزد تو جناب طریق آمده است. از خلق انشاءات گفتم. طریق به این هم احوال بعد از سر ما را گرای نکن. رفتیم جانان. طریق نه جناب طریق گو. با شرافت من از گرسنگی نجات یافتید. ایاز رزیل ایاز خاین. پرانمش امر چنین است. تو پران. نه تو. برادران گوش کنید. خطای بزرگ میکنید. من آن شخصی که به شما گفتم نیستم. خب کن کسی از تو نپرسیده است. من هم مثل شما فرزند این وطنم. خب کن به سرت تیر خولی میکنم ها. دستت رو بسته به مرکز ببریم. چی کاری که خواهم در آنجا میکنند. به خفا گرد زود به خفا گرد. سلاحت را پرتا وگرنه رفیقت را میکشم. با طرف دیوار گذشته ایست. گذر. خائنی وطن است. با تو گفتم گو پرانمو خلاص شویم. مرا پیش از خائنی وطن گفتن یک مرتبه فکر کنید. من شما بر این یگی‌هایی که برای وطن جانشون را فدا میکنند دستگیری کردم. کسی به شما امر داده است حالا کوشش میکند که جانش را نجات دهد. امروز هستند پگاه باشان نیستند. اما این خلق مظلوم دائما هست. همیشه در براتون است. این را فراموش نکنید. هیچگاه پس نبینید. دل شکسته نکنید. نیست نگویید. آنها را به خود دشمن نشمارید. برای این وطن عرق‌های جبینی ریخته قبر هزارها شهید را نرم میکند. خدا حافظ. جناب خانه ایاز را یافتیم. آمدن ماشین آخرین را انتظار هستیم. همین که بیاید فوراً به راه میبراییم. بسیار خوب ظفر. هم گل و هم فرهاد را میخواهم. فهمیدی؟ زنده یا مرده فرق ندارد. تنها آنها را بیاری بس است. با حجت هایی که در دست دارد و آن دستگاهی ثبتی که مرا به حبس میکشد. همه آنها را باید بیاری ظفر. مرا فهمیدی؟ سوار شوید. 10 سال می شود که یگید همراه ماست. اینقدر سال حقیقتش رو چگل پنهان کرد؟ ذره نمیفهمم. شاید در پسش کسی باشد. در پس و پیش چپ و راست فرق ندارد. همشان را پیدا کرده میکشیم. من بعد همین خیل. به خون به جان و سلام. زود باشد میرویم. خدایا التماس با فرهاد یگان کار نشود. التماس. خدایا نه اکم نمرده است.
او نجات یافته است. یگان راهش را یافته است. همین خیل نیست اپای گل؟ ها؟ یگان راهش را یافته است. همین خیل نه؟ جناب دکتر کشاد و رفشان گپ زنید. احوال چگونه است؟ جراحی با موفقیت گذشت، لیکن از حد بسیار خون رفته است. وجودش به نهایت بی‌قوت شده است. این شب باید دم گیرد. خدا شفا دهد جناب تعظیم. سلامت باشید. خدا از شما راضی باشد. این بدن چند تیر خوردکه هستن. تو این رو نیز پشت سر میکنی. تو با قوت هستی. با قوت. تو بیار اکی هستن. تو بیار که بین ناموس ها چه خیل به زمین یکسان میشوند همراه تماشا کنیم. تو بیار که درد مرگ درویش کمی در دلم پس شود. تو بیار که امیدی در دل داشتم از نو پیدا شود. تو هم مرا ترک نکنه که جناب صادق، رهبر سرداره شرکت یشل سال. تشکر زیاد. خدا از شما راضی باشد. بخشش، چه خیلی که میدونید از سبب کاری شده مجبور شدیم که برآمد را قطع کنیم. مهم نیست، بخیر باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. شمایان را تبریک میکنم. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. مبارک شود. تشکر زیاد. بخیر شود. سلامت باشید. مبارک شود. سلامت باشید. آخر گریه نکن. همه چیز خوب می شود. ببین قریب که پول لازمه را جمع کردید. میدونم. من از خرسندی گریه میکنم. خدا از همه اشان راضی باشد. بیاز همراهی من بیا اینجا میشینی. گوش کن. امشب با پدرم صحبت میکنم. آیدی تو گپ میزنم. چقدر تو رو دوست داشتنم رو میگویم. بسیار انتظار شدن یگان معنی ندارد. بیاز تو خوب هستی؟ خوب ولی من کسی ندارم که نقل کنم. اکاهایم نیستن. هیچ گپ نه بیاز. آخرین مانیه نیست. نمی شود سواش. من به اونها هیچ گوتوی کرده نمیتوانم. این یگانه آرزوی من است. میان بندم رو میبندن. از پیشانیم بوسه میکنن. باید دعای خیرشان رو بگیرم. این خیل نکن بیاز. سالها آن رو جستجو میکنی. میلش جستجو میکنی، اما اول ما اویله دار شویم. بعد همراه جستجو میکنیم. ها؟ نه سواش نمی شود. قراری من قطعی است. به اشتراک آنها هیچ گفتگویی نمیکنم. دختری بی عقل، چرا کار را دشوار میکنی؟ خانه ایاز در این محله بود از قماندان. کمی پس در آنجا میشویم. از این محله لعنتی نجات نیافتیم. وقتش که فرا رسید تمام این محله را آتش میزنم. این چی گپ؟ نخود در درونی محله اینقدر زود رانی. سواش اپای سیلین احتیاط شوید. آهسته اینجا محله است. شما خود را کی گمان میکنید؟ اهمیت نده بیاز. نمیبینی روزنهای شهر هستند. اکا خوب هستی؟ خدا را شکر. خوبم. با درون درایت. خوب هستی؟ اکا چی گپ است؟ با ما میفهمونی یا نه؟ ایاز مرا با دقت گوش کن. باید زود حرکت کنیم. پلیس، ژاندارما همه ما رو تعقیب میکنن. این جای رو کلیش در یک لحظه پیدا میکنن. خب اما به کجا میرویم؟ یگان راهش رو پیدا میکنیم. گل
همه جا را محاصره کنید ظفر. هر چیزی حرکت کننده را بینید پرانید. آن اکنون تو را به نزد نزدیکانت میفرستانم فرهاد. دیر شد. ما رو پیدا کردم. با من بیایید. زودتر زود. رفتیم جون. ایاز، گل، من آنها را مشغول میکنم. شما از قفا برآمده به نزد ماشین روید. زودتر. اکا سفسطه نگو. ایاز گفتم را کن. من آنها را مشغول میکنم. از دورتر مرا نیز میگیرید. روید. زودتر رفتیم. در آنجا تیرباران کنید. زودتر. شما در همین جا مرا انتظار شید. من ماشین رو گرفته میایم. احتیاط شد. جانون داو جانون نپی گل زود باشید. ماشین قماندان میگریزند. شاهین رجب به این طرف زود دوید. آنها را باز داره. نگذارید که گریزند. فرهاد اکا خوب هستی؟ خوبم. با شما یکون چیز نشد؟ نه اکا خوبیم. رفتند گریختند. ناعهده براها. آنها از شما پیش دستی کردند. جانان خوب هستی؟ خوبم. همه‌اش گذشت جانان. با کجا می رویم؟ تنها به یک جا رفته می توانیم. ایاز کمی پس به طرف چپ گرد. خوب شده است. بلا زند. با اینجا آمده باز چرخ را هم کفانده. خیر باز از دستمان گریخته. دستانمان در بینی تماشا کرده میشینیم ها؟ ناعهده براها. چی کار کردید؟ خانه را کافته؟ تا حال میجویند جناب. حجت ها چی؟ شما باید تا خانه را ببینید. مگر این رو به تو نگفت؟
یعنی با فرهاد فاتحه شده بوده است و او تمام عمر کوششی به من دام گذاشتن کرده است. جناب حجت‌ها در اینجا نیستند. این را دار. حمزه پلید. حمزه! لعنتی! من جان همه اینها را می‌ستانم. فرزندانت را هم به نزدت می‌فرستانم حمزه. هر گاهی به مشکلی دچار شوید درگاه من کشوده است گفته بودید. با درگاهتان آمدیم. اجازت میدید؟ البته درآیید و در آن گذارید. گذشت دخترم، گذشت. اینجا برای شما بی خطر است. خانه و آفیس تحسین کلاغلو در نظارت است. ماشینش را پیدا کردیم. چیزهای به دست آمده معلوم است. همه را خبردار کن. رخصت ها قطع شد. تکرار میکنم رخصت ها قطع شد. حالا هم خبری نیست؟ جستجو میکنیم جناب. تکرارا به محله میاد گفته نوبتدار گذاشتیم. همه جا را کابید. خائنها را حتما پیدا کرده به نزد من بیارید. ظفر، این لعنتی شاید حجتها را به جای لازمه برده نیست. مرا فاش کرده نیست. گوش کن. اگر لازم آید به تمام رسانه های خبری مانع شوید. نمیدانم با تمام مدیران امنیت واخورید. فهمیدی؟ البته محابات و واهمه ها خیلی زیاد میشوند. پیشگیری کنید. در همه مقامات آدم گذارید. اگر آدمانمون کافی نباشند از پلیس کمک طلبید. قماندان، آرقچی اگر خبردار شود چی؟ من الکی دهانی آرقچی را محکم کردم. او مدتی خاموش خواهد ایستاد. از این طرفش خواطر نشو. ولی ما باید خائنان را حتما دستگیر کنیم. من این را میخواهم آنها را به نزد من آرید. ظفر، قصاص گرفتن میخواهم. ظفر، قصاص گرفتن میخواهم. ظفر، قصاص. جانم کمی دم گیر. تشکر، من خوبم. اینجا بی خطر است اما بیرون به مانند دوزخ است. حالا کلیچه ما را با پا خیزانده است. اگر نفس کشید خبردار می شود. چیکار کردن را فکر میکنید؟ فرهاد چی نقشه داری؟ تمام شد گل. همه‌اش به آخر رسید. از این جایها می رویم. و کجا؟ با کرز با زادگاه همون می رویم. در آن جای حیات نو را به خود برپا می کنیم. خانه نو، شناسنامه نو، حیات بی خطر را می سازیم. اکا این درست است؟ درست است. در آنجا تا آخر عمر در امن می مانیم. من همراه گل پیشتر می روم. برای نگاه داشتن بی خطری. برای زیستن جای می یابیم. بعد شما را نیز می بریم. آخر اکا ایاز، شاید در آنجا بیاز رو نیز پیدا میکنیم یا پس از آرامی ها تکرارن او رو میجوییم. میشود دادرم. میتوانم با شما صحبت کنم؟ مایلش.
аязу ҷононро ба шумо амонат гузошта метавонам? албатта ба монанди фарзанди худам нигоҳ бин мекунам. мо чӣ Фарҳод? дар ҳақиқат ба қарз меравем. нақшаат ҳамин аст. хостам ки ҳамин хел донад гул аяз аз ман хавотир нашавад. то дафтари киличро маҳкам накунам барои ман ҳама ҷой мазор мешавад. аз онҳо барвақттар ҳаракат карда бояд сабти овозро ба ҷои лозима дастрас намоем. бисёр хатарнок аст. аз шумо низ ҳаминро интизор ҳастанд. шояд ҳоло ҳама ҷойро таҳти назорат гирифта бошам. бояд илоҷе бошад. бояд илоҷе бошад. аллакай тир аз камон баромадааст. агар ба ҳадаф нарасад баргашта ба мо мерасад. аслан як роҳ доред. ҷамил гунест. вай кист? дар соли ҷорӣ 4 тендерро барои фасод доштанаш ба таҳдидҳо назар накарда қатъ кард. ҳатто бар зидди киҳо баромад намедонед. медонам. оиди гузаштаи киличдаҳан як муддат пештар кофтуковро сар карда буд, аммо баъдан ин корро суди ҳарбӣ ба ӯҳда гирифта буд. бисёр хуб. пас дигар чиро интизорем? ҷаноб, барои хабари муҳим ба шумо занг заданд. کی بودست؟ фарҳод гунёл гуфтани шахс аст ҷаноб. оиди киличдаҳан хабаре гуфтани будааст. زود پیوست کن. алло, ҷаноби прокурор. گوش میکنم. дар дастам сабти овози киличдаҳан аст. овозе ки то имрӯз тамоми ҷиноятҳояшро бо овози худ эътироф кардааст. کلیجدهان گفتی؟ باوری داری؟ боварӣ дорам. گوش کنید. پس به چشمانم خوب نگاه کن. چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. ана ҳаминҳо на танҳо сабти овоз аст. то имрӯз чӣ ҷиноят карда бошад, ҳуҷҷати кардаҳои шитем ҳамашро дар даст дорам. онҳоро низ медиҳам. ба ёриятон ниёз дорам. این گفته هایت جدی است. تو آن شخصی که جستجو میکند برای همین تو رو جستجو میکند؟ همین خیلی نیست؟ کی بودنی من مهم نیست. حالا طریق تلفن صحبت کردنمون هم خطرناک است. میتوانم به شما باور کنم. من برای با این لعنتی ها مبارزه بردن حیاتم را خرج کردم، اما زریحشان را شکاف کرده به درون در آمده نتوانستم. به این راه بودن شخصی دیگر بسیار خوب است. به من باور کن. آنها را بیار. انتظار می شوم. در اطراف گشتنمون خطرناک است. در طرف کچیوران انبارهای ترک کرده شده است. پس از 1 ساعت در آنجا وا میخوریم. خودتون را احتیاط کنید جناب پرокурор. تیار هستی گل؟ من بعد چیزی مخفی نیست. روبرو مبارزه میبریم. آماده‌ام فرهاد. برای اکم پدرم آماده‌ام که همه کارو کنم. یگان چیز نمیشود، باوری دارید؟ از وقتی که خودمون را میشناسیم تنها همین کار را کردیم. با مانند میجه زدن آسان میشود. تو خواطر نشو. آید پول گپ زن. پرداش چخیل میشود. بگیر. این نصفش است. باقی مانده‌اش را پس از ادای کار میدهم. آماده‌ای؟ سر کنید. آماده‌ام. چیز؟ حالا ایست. آهسته خیرست. بس است. همش همین؟ رفیقم ناوگرم شد. بینی امروز شکستید. باز چی کار میکنید؟ ما برای پول آدم رو نیز میکشیم. تو ما را کی فکر کردی؟ پول را بگیر. دم شوید. یگان خواهش داشته باشی ما در نزدیکی هستیم. باز انتظار میشویم. شما چگونه کارمندان امنیت هستید؟ یک ابله را پیدا کرده نتوانستید. شما در کجا تحصیل کرده اید؟ در کجا تجربه آموخته اید؟
شما در صحرا خوانده اید یا در بیابان؟ در کجا تحصیل کرده اید؟ ابلهان ناهودبرا. ای ابله، این چیست؟ تلفن ها؟ باید تنها از این استفاده نبری، باید کلت را استفاده بری. نابکاران. جناب، چی خبر؟ مهمان داریم. کی؟ وای وای وای، دادستان کل تشریف آورده. تنها گوش کن، اگر از بالای من پرونده کشادنی باشی من فرصت و وقت ندارم. با کاتبات برو، آنها به تو کمک خواهند کرد. وای، دعوا نمای شاد بود. تو را از دردی بزرگ خلاص کردم. تو خواستی هم کردم. ها، یعنی برای خوبی ها جواب گرداندن میخواهی؟ گوش کن دادستان، من وقت ندارم، فرصت ندارم. من آمدم تا که به تو بزرگترین نیکی بکنم و تو فرهاد رو میسپارم. تو چی گفتی؟ فرهاد گونیال بود، ها؟ او را میخواهی؟ دادستان، آن دست پوشک‌ها را برای نکردن کارهای افلاسی ژیتن پوشیدم. به خاطر دوستان، نزدیکانم را با دستی تازه با آغوش گرفتن میخواستم، اما من بعد به آنها احتیاج ندارم. اینها دستان منند. بیا تا که تو را با آغوش گیرم. اکا 10 روزه؟ ها؟ تنها 10 روز؟ 10 روز ایاز، 10 روز. بعد شما را به نزد میارم. نمیدانم اکا، گویا که بیاز در همین جاست. حس میکنم، گمان میکنم که او را ترک کرده میرویم. ناامید نشو شیر بچه. خواهرمون را پیدا میکنیم، بیاز را پیدا میکنیم، بعد همه یک جای به زادگاه همون میرویم اکا. شاید حال و هوای آنجا گرم شده است. صحراهای آنجا گرم بود. با بیاز کوه و پسی نگفته با پایلوش میدویدیم. این هم میشود دادر. با تو وعده میدهم، وعده. وقتی من همایم برایت غاز میپزم. این از کجا برآمد؟ بله، عیناً مثل مادرم میپزم. در شیر میجوشانم. اوه، این کاری دور و دراز است. تو این رو در حیاتت کرده نمیتوانی. تو چون این گمان میکنی وقتی پزم بیچش انگشتانت رو هم میخوری. ایاز، بگیر، این در دستی تو ایستد. برای چی اکا؟ در دستی تو ایستد؟ ما هم بیاییم در دیواری خانه همون میآویزیم. من آن رو نمیگیرم. بگیر، گفتم در دستت ایستد. به این همه به زادگاه همون میروم آخر. آنجا همه بوی آنها رو دارد. بگیر. در دستی تو ایستد. به این نگاه کرده آنها رو به یاد میاری. ایاز، لبیک. خود رو احتیاط کن دادر جان. تو هم اکا. تو هم.
شما امانتند. дар девори хона суроғиҳои тир будааст. хонаро оташ задам. ягон ҳодиса рӯй додааст? хайрат, хона холӣ будааст. коре ки буданаш ҳоло маълум нест, гуфтааст полис. касе ки карда бошад худо ҷазояшро диҳад. саваш? саваш, ба ту чӣ шуд? саваш! ба ту чӣ шуд, саваш? бисёр оҷил аст, бояд суҳбат кунем. биас. инро ба ту ки кард? чӣ шуд, саваш? бояд суҳбат кунем. зафар, одамон ҳама ба ҷои худ. хуб пинҳон шавед, ба чашм нанамоед. ҳушёр бошед, касе чизеро ҳис накунад. медонед, фарҳодро ман тарбия кардам, хеле зирак аст. итоат ҷаноб. бале, додситон. من چرا در این جایم؟ من به این کارها آمیخته شدن نمیخواهم. من نمیخواهم که فرهاد چیزی را پی برد. برای همین میخواهم که تو در اینجا باشی. نمیشود. نه نمیشود. من حیاتم را به خطر نمیگذارم. دادستان، اگر نخواهی که حیاتت را زیر خطر گذاری، در همین جا می ایستی. چرا میخندی؟ تو یک به خودت نگاه کن. از وقتی که براه برآمدیم دهانت پر از خنده شده است. نمیدونم. خیلی راحت هستم. خود را سبک حس میکنم. من بدجتم نیست، دروغ نیست. بله گل، اکنون تنها ما هستیم. ما یعنی کی؟ یعنی ایاز، من باز نمیدونم چی خیلی شده باشد جانان. البته تو هم هستی. بی تو یگان چیز نمیشود گل. گذر شما به کفا، شما به آن طرف. کفایه، ما در اینجا میستیم. گوش کن، من آدمی چون این کارها نیستم. آخر نمیخواهم. سرد مرا، من ربم. گوش کن، من فرزند دارم، 2 دختر دارم. سرده تا که من ربم. خودتان هر چی کاری خواهید کردن گیرید. اگر دخترت بمیرد تو چی کار میکنی دادستان؟ دختری دیگرت را با آغوش میگیری، همین خیل نه؟ فرض کردیم که دیومی هم بود. زنت را با آغوش میگیری. اگر زنت را با دستان خودت کشته باشی چی؟ آنگاه یگانه تکیه‌گاه کین و نفرت خواهد بود. دادستان، کین انسان را بزرگ می‌سازد، در پا استوار نگاه می‌دارد، مغلوب ناپذیر می‌گرداند و چون وقتش فرا رسد باید کین را بغی کنی، وگرنه خودت را بغی می‌کند. ای بسیار بد شده است. ایست یک دقیقه. ای اوف، عذر میخواهم. اوف سواش، ما باید به پلیس رفته شکایت کنیم. سواش، تا حال به من نگفتی که این کارو کدام خواهیم به تو کرد؟ پدرم کرد. پدرت کرد؟ فهمو برای چی؟ من گناهگارم؟ به نظرش رفته با تو اویله‌دار شدن دوست داشتنم را گفتم. نتیجه اش همین است. من هم گپم را گفتم. اگر بیاز نباشد من هم نمیشوم گفتم. او باشد مرا به این احوال گرفتار کرد.
این چه خیلی انسانی به وجدان است. نه نگفت تو را زدن؟ نگفتن در لغت او یافته نمی شود، اما من بعد طبق گفته های سوش می شود. آیله دار شویم بیاز. هرچی زودتر آیله دار شویم. یک بار باشد هم میخواهم که حقیقت را پیدا کنم. یک بار باشد هم میخواهم که با مانند انسان زندگی کنم. اوف سواش، اما او پدری توست. من نمیخوام که آیلت را از دست دهی. من بعد آیله من تو هستی بیاز. به خاطر پدری که سالها پدری نکرده است نمیخواهم که تو را از دست دهم. میدانم تو هم نمیخواهی که تو اکهایت را پیدا نکنی با من آیله دار شوی. حق هستی، اما من هم یگان کس رو ندارم. ما هم راه آنها رو یافته میتوانیم. اگر ما یک جای شویم آسانتر میشود. باور کن. حق هستی بیاز. من بعد نه کاری خوب دارم نه آیله دارم که مرا سراغ کند. حتی پدرم مرا از خانه بیرون کرده است. آخر تو برای چی مرا قبول میکنی؟ سواش من در چه حالتی که نباشی راضی هستم تو رو قبول کنم. چه خیلی یعنی؟ آیله دار میشویم. حتی وقت رو از دست نداده خودی حاضر نکاح میکنیم. ها بیاز. میخواهم که به من وعده دهی هیچگاه به مانند کلیج دهن نمیشوی. ها مرا در نصف راه تنها نمیگذاری. ها سواش؟ هیچگاه بیاز. зафар, прокурор сахт тарсид. ба фикрам наметавонад. агар фарҳод фаҳмад ӯро низ фош мекунад. парвона дорам, бимирам. ин лаънатиҳо куҷо шуданд? гул дастгоҳи овоз сабткуниро барор. бори охир овози ин лаънатиро гӯш кунем. бигир. мин баъд дар маҳбас ягон кассетаи дигарро пур мекунад. رو با یک گم میزنند. گذشتند به طرف قفس میروند. تکرار میکنم به طرف قفس میروند. دستور من تغییر نمییابد. مانید بملال آمدن گیرم. شاید همینش بهتر باشد. نمیدانم حیاتی نو، مکانی نو است آخر. نو با کار شروع کرده بودیم. همه چیز رو گذاشته میرویم. بگذار. کار آسان است. تجارت میکنیم. مثلا اصل خریده میفروشیم یا کار دیگر میکنیم. البته میکنید. اول با اونجا جایگیر شوید. تو باشی محاسب میشوی. من؟ بله. من هم میآیم. بله. برای چی؟ آخر همین خیل. آخر چه خیل همین خیل است؟ همچون کی میروم؟ جانان خودت بفهم. آخر مجبور میکنی که بگویم. ها صحبت کرده بودیم کو. از همان جایی که ایستادیم باز آغاز میکنیم. هیچ گپ نیست. باری دیگر بگو. مثلا چی گفته بودی؟ وای، اول گفته بودم که تو رو سخت دوست میدارم. بعد انگشتری مادرم رو دراز کرده بودم. خیر؟ بعد با من آیله دار میشوی گفته بودم. تو باشی به من جوابی خوبی داده بودی. آخر در یادت نیست چی گفته بودی؟ بله گفته بودم. 100 مرتبه 1000 مرتبه بله گفته بودم. دخترم، فرزندم، خرسند باش. به من باشی هم خوشبخت باش. گوش کن. جای بهتری نش اینجاست. پس به چشمانم خوب نگاه کن. چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند. و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. من به تو دوزخ رو نشان میدهم کلیش دهن. نشان میدهم. به سوی جهنم بیایید. کمی پس اینجا آتش خواهد گرفت. بیایید زود.
جای انیق را گفتی؟ در کجا باید می ایستاد؟ نه، باید در همین جایها باشد. پرنده در قفس است. تکرار میکنم، پرنده پره در قفس است. در آنجاست. برای چی نمی‌آید؟ تا از ماشین نفرایند آتش نکشایید. او را دقیق نظارت کنید. کامان فرهاد، کامان. محترم پروکورور بیایید. این مرد بسیار ناراحت می‌نماید. در این کار چی گپی است گل؟ چی گپ است؟ نمیدونم، اما در اطراف ماشینشان نیست. تا اینجا پیاده آمدنش ناممکن است. تو در ماشین بشین گل، هوشیار باش. انتظار شوید گفتم. گل هم باید از ماشین فراید، خاطرشان جمع باشد. به امر من کسی آتش نکشاید، فهما؟ اگه حسن شکر میکنم. من در جنت هستم. شکر میکنیم خدا تو را به ما برگرداند. نخیزکه، خود را خسته نکن. دیشب خوابی خوب را دیدم. بخیر باشد حسن جان. در خوابم مرا یک شهید دعوت میکرد. بمان آن جای را، به این مکان بیا. این جایها زیباست، این جایها سلقین است. گفت رفته نتوانستم، حالا کارهایی را دارم که باید انجام دهم. گفتم و در روی آن شهید صورتی فرهاد را دیدم. صورتی فرهاد را. اما که صراف تحسین فرهاد خوب است. اینها چیزی را حس کردن مگر؟ جناب پروکورور،
نقشه عوض شد. آتش گشاید. آتش گشاید. تو چی کار کردی؟ گل با دقت باش. پرانت پرانت آخر نمانید که او گریزد. نابکاران گل احتیاط شد. زفر تو اینجا ایستا. من از خفا میروم. سلاحت را پرتا. پرتا. آهسته برا. گل گل سلاحت را پرتا. دستانت را بالا برداشته بیرون برا. نکن فرهاد. از اینجا گریز. نمیتوانم گل. نمیتوانم. چه شد؟ دستاشت را پرتافته میگریزی؟ بزدل؟ فرهاد رو. التماس فکری مرا نکن. رو. تو میتوانی با ثبتی در دست داشتت کلیش را نابود کنی. تو یک ترسوی ناهوده برایی. باز مرا کشتن میخواستی. من کلیش دهنم. کلیش دهن. مرا کسی کشتن نمیتواند. با حجت و دستگاهی ثبت به اینجا بیا. من در عوض گل را به تو میسپارم. فکر نکن فرهاد. کشتنی باشد بگذار کشد. ما برای شهید شدن به این راه برآمدیم. با این موادهای در دست داشتن میلیون ها را نجات میدیم. تنها فکر جانی مرا نکن. رو. التماس رو. گپم را گوش کن فرهاد. وطن زنده باشد فرهاد. رو. برا آخر ترسانچک. نمیتوانم. تو رو پرداخت نمیتوانم. فرهاد رو. گفتم. من جان این را میگیرم. مگر تو میگریزی؟ ترسانچک بیرون برا. اینجا بیا. وطن زنده باشد فرهاد. وطن زنده باشد. گریز فرهاد گریز. حجت ها را اینجا بیار وگرنه این دختر را میپرانم. گرختن نمیتوانی. گرختن نمیتوانی. مرده به نزدی من میآیی. گل در دستی من است.
فرهاد